به هم برگشت داره، اوضاع کار و مالم چی میشه، حسش اصلا به هم چیه، ازدواج داریم، رابطمون درست میشه، رو به سردی رفته. همه اینا رو اگه میخوای بدونی حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام عزیزای دلم، خوش اومدید به چنل فال ماورا. امروز قراره با هم دیگه یه فال ترکیبی تاروت رو ادامه بدیم، ببینیم که چی برامون پیش میاد. خب قبل از اینکه این فال رو شروع کنم 3 بار اسم خودتو همراه با مادرت زمزمه کن، نیت کن، انرژی تو ببر بالا، ببینیم که فال تاروت برامون چی واسه گفتن داره. انرژیاتون رو ببرید بالا. منم اینجا رو با انرژی پاکسازی عود پاکسازی کنم تا کارت رو محیطو. خب نیت کنید انرژیتونم ببرید بالا. فروردین ماهیه عزیزم نیت کنن. خب فروردین ماهیه عزیزم، دلتنگی نسبت به جنس مخالف واسهتون میبینم، برگشت میبینم، یه خبر از سمت شخصی که از شما دوره میبینم، سفر مهاجرتی جابجایی براتون دیده میشه، امضای یه سند واسهتون میبینم توی تیر ماه یه خوشحالی براتون افتاده، خبر از جانب شخصی که حروف اسمیش یا فامیلیش الف داره، دال داره یا میم داره براتون افتاده، امضای یه قرارداد که خیلی خوبه واسهتون افتاده، یه تولد واسهتون میبینم، بارداری، تولد یه شخص واسهتون میبینم، بهتر شدن اوضاع کسب و کار واسهتون میبینم که کارتون روز به روز روی غلطک میفته. خب اردیبهشت مایه عزیزم نیت کنن. واسه اردیبهشت مایه عزیزم شنیدن یه خبر خوش میبینم، پاداش گرفتن میبینم یا نتیجه تلاش خودتون رو میبینید که خیلی خوشحالتون میکنه، دریافت پول زیاد میبینم، مسیر ازدواجی واسهتون میبینم که میرید، تعیین تاریخ ازدواج، خواستگاری رفتن، خواستگاری کردن، واسهتون خواستگار اومدن میبینم، به دنیا اومدن یه فرزند میبینم، انجام کارهای زیبایی یا هنری میخواید انجام بدید که خیلی تو روحیتون تاثیر داره، خبر میبینم از سمت شخصی که از شما دوره، حتی امکان داره باهاش دیدارم داشته باشید. خرداد ماهی عزیزم نیت کنید. خب واسه خرداد ماهی عزیزم حل شدن یه سوء تفاهم میبینم، خبر جدایی واسهتون میبینم یا توی مسیر جدایی قرار گرفتن، حالا یا خودتون یا یکی از اطرافیانتون که به هم نزدیک هستید میبینم، سختی یه جدایی، حالا واسه خودتون گفتم یا یکی از اطرافیانتون که سختی افتاده، سفر راه میبینم واسهتون که میتونه دریایی هم باشه، خوش گذشتن میبینم، دریافت پول، امضا، سند واسهتون میبینم، عصبانی شدن یا ناراحت شدن از شخصی میبینم واسهتون که زودم فروکش میکنه، خرید ماشین میبینم، اگه تو خرید فروش ماشین هستید واسهتون عالی افتاده. تیر ماهی عزیزم نیت کنن. تولدتونم پیشا پیش مبارک باشه. خب واسه تیر ماهی دریافت پول میبینم، یه سردرد داشتم میبینم که رفت میشه، زود گذره، خطر یه سانحه براتون میبینم که احتیاط کنید، صدقه بدید، اسفند دود کنید، دود روشن کنید، مورد احترام قرار گرفتن پیش بقیه واسهتون میبینم، رقیب داشتن میبینم، میتونه تو محیط کاریتون هم باشه، دیدار و ملاقات میبینم، خبر شنیدن در مورد یه شخصی دچار یه عارضه جسمی شده واسهتون میبینم ولی خب از سرش رد میشه، چکاپ پزشکی واسه خودتون میبینم، شنیدن اخباری مثل طوفان، سیل، زلزله یا بارندگی شدید واسهتون میبینم، حالا یا میشنوید یا توی این اتفاق قرار میگیرید. مرداد ماهی عزیزم نیت کنن. واسه مرداد ماهی خبر از یه سمت آذر ماهی میبینم، دعوت شدن واسهتون میبینم، تغییر و تحول، پیام مجازی دریافت کنید که خوشحالتون میکنه، سفر میبینم واسهتون، استرس داشتن به خاطر یه زخم زبان یا کنایه شنیدن واسهتون میبینم، اصلا پشت گوش بندازید، به خاطر این استرس امکان داره دچار یه بیماری هم بشید، میبینم یه بیماری در مورد یکی از نزدیکانتون پیش میاد که مسیر پزشکی و درمانی میرید، امکان داره خیلی جدی هم نباشه ولی این مسیر رو میرید، بحث میبینم از سمت یه شخص از خانوادهتون که شما رو دچار تنش و به هم ریختگی میکنه.
شهریور ماهیای عزیزم نیت کنن. واسه شهریور ماهیای عزیزم قبولی توی یه امتحان، یه آزمون، امکان داره آزمون کاری باشه میبینم. دادگاهی میبینم که یه کار قانونی میرید که اوکی میشه، موفقیت توی مرداد ماه واسهتون افتاده. خوابای پریشون میبینم که باید در مورد این موضوع صدقه بدید. یه سری دردای عضلانی واسه یه سریاتون میبینم، سردرد، خبری که به شما مربوط میشه رو دریافت میکنید که امکان داره یه خورده ناخوشتون بکنه. دیدار میبینم، یه پیام مجازی میبینم که از این حال و هوا درتون میاره، عوضتون میکنه. خب متولدین دوم سال نیت کنن. قبل اینکه بریم سراغ پارت دوم، اینو بگم که این فالا به صورت همگانی امکان داره واسه خیلیا صدق بکنه، واسه خیلیا نکنه. پس انرژیتون رو ببرید بالا که اتفاقات مثبت این فال رو به خودتون جذب کنید. ان شاءالله که اتفاقات خوب واسه همتون بیفته. خب متولدین دوم سال نیت کنن. مهرمایه عزیزم 3 بار اسمتون رو همراه با اسم مادرتون نیت کنید، زمزمه کنید. بریم ببینیم که تاروت واسه شما چی داره. واسه مهرمایه عزیزم یه مسیر پزشکی میرید، درمانیه، زیبایی نیست. هزینه کردن برای بچه دار شدن یا تولد یه فرزند واسهتون میبینم. خیلی ذکر بگید، ذکر گفتن زیاد واسهتون خوب افتاده. نظر میبینم واسهتون، توی یه نظری قرار میگیرید که واسهتون خوب افتاده. نه حتما حاجت روایی افتاده واسهتون. کنایه شنیدن واسهتون میبینم که اصلا پشت گوش بندازید. توی جمع امکان داره بهتون کنایه بکنن. واسهتون میبینم که یه مراسمی رو دعوت میشید که برید، خوبه. خواستگاری کردن میبینم. امکان داره یا واسهتون خواستگار بیاد یا یه خواستگاری در پیش دارید. حالا کلا قبولی توی آزمون امتحانات واسهتون میبینم که خیلی واسهتون مهم افتاده. حضور تو جمع دوستان یا عزیزان میبینم که تو روحیتون خیلی تاثیر داره. ساخت و ساز یا کارهای ساختمانی و تعمیرات واسهتون افتاده که روز به روز بهتر و بهتر میشه. آب ماهیای عزیزم نیت کنید. واسه آب ماهیای عزیزم جابجایی میبینم، خرید فروش، تعویض میبینم. خرید فروش میتونه تعویض خونه باشه، ماشین باشه، زمین باشه، هر چیزی، ولی واسهتون کلا سود افتاده. امضای قرارداد واسهتون افتاده. تاریخ و سند زدن واسهتون میبینم. مراسم خواستگاری کردن هم واسه شما از دلم افتاده. سردرد و دردی که مربوط به چشمتون هست، امکان داره سردردی باشه که بزنه به چشمت، اذیتت کنه. برو دکتر، یه سری کارا انجام بده، مدیتیشن انجام بده. میتونی یه سری آهنگای گوش کنی که تو روحیت تاثیر بذاره و به بهتر شدن سردردت کمک کنه. خب میبینم که سرمایه گذاری میبینم واسه، خیلی سرمایه گذاری خوبی افتاده. موفقیت تو مسیر هنری واسه افتاده. دیدار میبینم، یه خبری از سمت یه شخصی که حروف اسمیش الف، میم یا ه داره از سمتش میشنوی که از این حال احوال در میاد. امکان داره کیس احساسیت هم باشه. آذر ماهیای عزیزم نیت کنن. واسه آذر ماهیای عزیزم شخصی از دست شما ناراحت و عصبیه، فکر و خیال میکنه، شما هم به فکر و خیال امکان داره بندازه. عادتهای غلط واسهتون میبینم. تلاش کردن در مورد موضوعی که براتون خیلی مهم افتاده که ایشالا که در مسیرش موفقیت هم دارید. قبولی توی امتحان یا آزمون یا مصاحبه واسهتون میبینم. مصاحبه کاری احتمالاً، یعنی آزمونتون مربوط به کاره نه مربوط به درس. دریافت پول واسهتون میبینم. خرید و فروش و سرمایه گذاری در مورد ملک واسهتون میبینم. پیشنهاد شغلی خیلی زیاد، امکان داره از نظر شغل اول باشه یا شغل دوم باشه یا حتی ارتقای شغلی واسهتون میبینم. اگه چیزی رو گم کردی برات 100% پیدا شدنش رو میبینم، پیدا شدن شی واسهت افتاده. دی ماهیای عزیزم نیت کنن. خب واسه دی ماهیای عزیزم رقابت کردن و رقیب داشتم واسات میبینم. اذیت شدن در مورد یه موضوع واسات میبینم. آزادی مربوط به یک زندانی به گوشت میرسه که خوشحالت میکنه. دعا انرژی منفی داری.
حالا نسبت به اعتقادی که داری میتونی رفعش کنی، میتونی چله‌های قرآنی برداری، اسفن روشن کنی، عود روشن کنی، یه صدقه بدی، به نیازمندا کمک کنی، که هر جوری که خودت اعتقاد داری. کلا واسط انرژی منفی افتاده که خودت باید رفعش کنی. مشکلات گوارشی واسط میبینم از نظر تغذیه، بعد به نسبت به وزنت سلامتی پیدا کنی. اگه وزنت زیاده کمش کنی، اگه وزنت کمه زیادش کنی. کلا نسبت به مشکلات گوارشی واسط سلامتی افتاده و خودت به فکر باشی. برای شما هم خواستگاری رفتن میبینم. در مورد موضوعی باید مشورت کنی. از یه شخصی که نسبت به تو تجربهش بیشتره مشورت بگیر، و هر کسی هم اعتماد نکن. خبر از سمت جانب شخصی که از شما دور هستش میبینم که این خبر میتونه از سمت کیس احساسیت هم باشه. اگر رفته 100% برگشت شما هم میبینم. بهمن ماهیای عزیزم نیت کنید. واسه بهمن ماهیا دلشکستگی میبینم، دعا انرژی منفی، تاثیرتون تو زندگی عاطفی و مالیتون خیلی تاثیر گذاشته، تاثیرم بیشتر میذاره. حالا توی قبلم توضیح دادم بستگی به اعتقاد خودتون داره. میتونی صدقه بدی، عود روشن کنی، به نیازمندو کمک کنی، تا حدی امکان پیش دعانویس نرید که تاثیرش بدتر میشه. افرادی هستن که به شما حسادت میکنن، باهاتون دشمنی دارن، چشم زخم اینا هم افتاده، چشمشون اصلا تاثیر منفی روی زندگی داره. تا میتونی اصلا روشن کن. یه پیشنهاد جدید شغلی افتاده، همینطور میتونه عاطفی هم باشه ولی در کل واسط خوب افتاده. دیدار اتفاقی واسط افتاده با کیس احساسی، اگه کات کردی دیدار با اون داری. اعتیاد در مورد یکی از نزدیکانت افتاده که میشنوی ناراحت میشی یا میدونی بازم از این موضوع ناراحتی. از سمت یکی از نزدیکانت دعوت به یه مراسم یا یه جشنی میشی. اسفند ماهی عزیزم نیت کنید که رسیدیم به آخرین ماه سال. اسفند ماهی ها دریافت پول قابل توجهی واسهتون میبینم که خیلی دستتون رو میگیره. تنها بودن، احساس تنهایی کردن واسهتون تو این مدت میبینم. تغییرات جدید دارید، سفری، حتی مهاجرت واسهتون میبینم، جابجایی شهری کشوری واسهتون میبینم. پاداش و اضافه شدن به مسائل مالیتون میبینم. امکان داره افزایش حقوق داشته باشی، افزایش ارتقای مقام، شغل داشته باشی که خیلی از نظر مالی بهت کمک میکنه. سلامتی میبینم، درمان موفقیت آمیز واسه میبینم اگه مریضی. شروع کسب و کار جدید میبینم، پیشنهادهای شغلی پی در پی داری، خیلی هم واسه خوب افتادن. خبر خوش واسه میبینم. واسه شما عزیزای دلم هم خواستگاری کردن افتاده. حل شدن یه موضوع قانونی اداری که خیلی پیش رفتی، خیلی دنبالش کردی واسه میبینم، ولی 100% این مسیر با توه، موفقیت با توه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. تا ویدیو بعدی، فعلا.